هدیه خریدیم. چیکار کردید؟ برای چی پول لباس دادید؟ من نمیخوام، برید پسش بدید. بابا چرا میذاری تو کیشو بپوشه؟ نمیخواد بپوشه، حسیف میشه الان. لجبازی نکن ساجد. خیلی قشنگه، خیلی بهت میاد. کجاش قشنگ؟ این چه رنگی خریدی؟ شاده شیکه، خیلی خوبه. سن تو برده پایین. من 50 سالمه، برید پسش بدید. نه گفت پس نمیگیره هیچ جوره. شکمش گشاده برا من. هنگتر ندار. دست این مرد من چی کار کنم؟ ساجده بیا اینو تو بپوش اگه اندازت تو بردار. بابا این مردونه مگه مد نیست الان؟ بیا بپوش اینقدر لجبازی نکن. ساجده قیمتشو نمیگی یا؟ خب میپرسه. بگو 30,000 تومان خریدی. بگو 700,000 تومان خریدی. 30 تومان. ساجده چند خریدی؟ چرا رو هم پوشیدی؟ کسی فوشه بگو چند خریدی؟ ارزون. چند خریدی؟ بابا 30 تومن. 30,000 تومان. بابا پول یه چیپسه. 30,000 تومان پول ریزمونو دادید برای این لباس. یکی بیاد. این پول میشد قسط دوم یخچالو بدم. در یخچالو باز نذارید. ولی خوب وایساده تو تنم نمیاد. آسیناش خیلی درازه. چرا آخه اصلا لباس